تو هم وقتی کرم پودر میزنی، کرم پودر بعد نیم ساعت روی پوستت برق میفته، سنتو میبره بالا، یا اینکه دور دهنت و دور بینیت پچی میشه. اگه دوست داری کرم پودرت همینقدر خوشگل روی پوستت بخوابه و اصلا تکون نخوره، تازه سنت هم پایین‌تر نشون بده، یه سری نکته‌های خفن بهت گفتم، تا آخر ویدیو رو نگاه کن. قبل از هر چیزی حتما پوستتو بشور و پوستت باید تمیز باشه. آبرسان مخصوص پوستتو بردار، بین انگشتات گرمش کن و یک لایه نازک روی کل پوستت آبرسان مخصوص بزن. 1 دقیقه کامل باید به آبرسان زمان بدی تا کامل جذب پوستت بشه. اگر فکر می‌کنی که هر چقدر پرایمر روی پوستت بزنی بهتره، باید بگم که کاملا داری اشتباه می‌کنی، چون همینجوری بافتش روی پوستت میشه و کرم پودرتو بدتر پچی می‌کنه. بجاش بیا از پرایمر مخصوص پوستت استفاده کن. اگر پوستت خشکه به کل صورتت پرایمر رو بزن، ولی اگر پوستت چرب و دارای منافذه، فقط یک لایه نازک پرایمر رو روی منافذت بزن و پخشش کن. به هیچ عنوان کرم پودرتو حجم زیاد اینجوری روی پوستت نزن و شروع نکن با دستت روی پوست پخش کردن، چون اینجوری هر چقدر کرم رو پخش کنی و فیکسش کنی، دور خط و خطوط بینی و زیر چشم و حتی دور لبت کرم پچی و جمع میشه و اینجوری بعد نیم ساعت کرمت کامل چرب میشه. روش درست حرفه‌ایش اینیه که من بهت میگم. اول کرمتو بریز پشت دستت، یکم با گرمای دستت کرم رو ماساژ بده و اون حجم کمی که روی انگشتت مونده رو بزن به صورت پراکنده روی صورتت. برای بلند کردنش حتما اول از براش استفاده کن. براش که میخوای استفاده کنی باید پرتراکم و سرش صاف باشه. شروع کن روی پوستت با براش ضربه زدن. اینجوری حجم کرم پودرت کاملا کنترل شده است و خیلی مرتب و یک دست روی پوستت کرم پودر میخوابه. بعدش بیا با استفاده از بیوتی بلندر نمدار روی پوستت ضربه بزن. فقط حواست باشه که اصلا به هیچ عنوان زیر چشمت کرم پودر نبری. کناره های بینی تو خط خندت اگر کرم پودر جمع میشه، قشنگ اول بیا با بیوتی بلندرت ضربه بزن. حالا یه دستمال کاغذی دور بیوتی بلندرت بپیچ و دوباره شروع کن. فقط اون قسمتایی که کرم پودر همیشه جمع میشه ضربه بزن. اینجوری اضافه کرم پودر از اون قسمت‌ها برداشته میشه و دیگه به هیچ عنوان کرم پودر اون قسمت‌ها جمع نمیشه. قطعا تو اگه به حجم خیلی زیادی کانسیلر زیر چشمت بزنی، وقتی که کرم پودر رو تا اینجای چشمت بردی، این کانسیلر توی چین و چروکت جمع میشه و سنتو خیلی بیشتر نشون میده. ولی باید بیای این کارو کنی. حالا که تو کرم پودر رو زیر چشمت نبردی، یه حجم کنترل شده کانسیلر زیر چشمت بزن و با بیوتی بلندر نمدارت شروع کن اونو زیر چشمت بلندش کن. حالا یه حجم خیلی کم و کنترل شده از پودر فیکست بردار، به صورت ضربه‌ای بذار زیر چشمت. مابقی صورتتو با یه براش توپلی این شکلی از پودر فیکست بردار، به صورت ضربه‌ای بزن روی پوستت و خشک کن پوستتو. اینجوری تو به جای یه پوست خیلی پچی و چرب و سمبالا، میتونی یه پوستی داشته باشی که کرم پودر اصلا روی پوستش تکون نمیخوره، خیلی صاف و یک دست روی پوستش خوابیده و اینکه سنت هم تازه پایین‌تر نشون میده. این ویدیو رو برای دوستات بفرست، لایک هم یادت نره. بوس بهت.